آریو چطوری؟ من ایلیا ایکس کول و امروز اومدیم به یه ویدیو سعی کن نترسی همراه داداشم. بریم سراغ ویدیو. وی آر بریم بچه. بچه فکر کنم اول ویدیو ریدی. چطوری بچه ها؟ خدیس نصر هستم. خوش اومدید به اولین چالش سعی کن نترسی چنل من. بچه ها توی این ویدیو قراره با هم چند تا ویدیوی خیلی درسناک، حالا من ویدیوشو ندیدم، خیلی درسناک با هم ببینیم و سعی کنیم نترسیم. اگه بترسیم باشیم برقصیم، اگر هم بترسیم که دیگه هیچی مجازاتی نداریم. همین الان چنل منو سابسکرایب کنید و دیگه لایک رو بزنید، زنگوله کنارش رو بزنید تا از ویدیوی خفن بعدی من با خبر بشید. بریم سراغ این چالش خیلی وحشتناک. Here we go. یا ابوالفضل، اسم خودت خدا رو شکر فعلا که چیز خاصی نداره. وای خدا نمیخوام نگاش کنم. وای اینا چی هن؟ نه من نترسیدم. یه خانواده عادی دیگه، ترسی نداره. خدا رو شکر. یه لحظه اول ویدیو چرا باید این همه دردناک بشه؟ خیلی دردناکه. اول چند تا منظره نشون میده و یهو یه چهره ترسناک میاره که مثلا بترسونه، ولی من نمیترسم. لول 2 فکر کنم لول 2 ترسناکتر باشه. یا اول من که چیزی ندیدم. اگه شما دیدین من نه یا اول فاز ویدیو من رفت لول 3 مثل وای
نترس. من دوست دارم اسمش محمد طاهر تو مدرسه هم بهش میگیم مادر قرار بودم چند وقت برم تو مثلا تو میریم بدو دوست دارم اونجا ویدیو من اولش متوجه نشم الان فهمیدم. چیری یه Hello? Goodbye. Hey, who is that? It's tripping me out, dude. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What is that? Oh my god. Oh my god. Okay, just one. Okay, just get in. ساعت توده چه گربه گوگولی اومد اصلا. نمیتونی منو بترسونی. خدا یه چیزی نیاد تو سر. کجاش خدایا شکرت من نترسیدم. نمیتونی منو بترسونی. آره نترس اینا تا لول 3 نترسیدم. حالا رفتیم لول 4. چه ویدیوهاییه؟ فکر کنم از این ویدیوهای رمزگذاری شده دارکی ببر. آقا اینا رو ببر تو رو خدا، تو رو جون مادره. آقا خیلی مرموزه. شاید ترسم رو نشون ندم ولی دارم میترسم. جدی دارم. تو میترسی تو می‌ترسی؟ چی بود؟ این پوله چیه اینقدر مثلا کرم ترسناکه، این پول ترسناکه. شاید یه چیزی روی این پول دیده میشه، قراره دیده بشه یه چیزی. تو رو خدا دیگه از این لول بالاتر نرو، خواهش میکنم. ترسیدم. کرم ریزم. ترسیدم. سعی کن نترس. دارم سعی میکنم نترسم. بابا روی این ویدیو باید سعی کنم بترسم. خیلی ترسناکه. ترسناک نیستن، البته بعضیشون ترسناک نیستن. خیلی مور کنندن، عکسای ترسناکی دارن. عکس نه، کلیپای ترسناکی دارن. توی تیکه‌های قبلی نشونش دادی. اسکل ترسیدم. تموم شد فکر کنم. خدا رو شکر. تموم شدی؟ آه هنوز یه دقیقه دیگه داره. فکر کنم از روی این صفحه قراره یه چیزی بیاد، نمیدونم حالا.
hope you enjoyed this video. And there are a lot خدا اینو دیگه ببر. اینو دیگه ببر. خب بچه‌ها بچه ها لایک و سابسکرایب و دنبال کنده به یادتون نره تا ویدیو بعدی. Goodbye.